گاهی وقتا فقط یه خبر، یه تصویر، یه پیام کافیه تا بدن ما حس کنه دیگه امن نیست. توی یه خطره. حتی اگه اون لحظه یه خطر فوری متوجه ما نباشه. این ویدیو رو میخوام بسازم برای همه کسایی که مثل خود من این روزا دارن اضطراب رو تجربه میکنن، تو شرایطی که مدام داریم خبرای بد میخونیم و چیزی هم تحت کنترل ما نیست. تنها چیزی که تو این شرایط تحت کنترل ماه اینه که چطوری میتونیم از خودمون، از سلامت روانمون مراقبت کنیم. ببینین بدن ما خیلی باهوشه، اما تو یه چیزی خوب نیست. اونم این که بین خطر واقعی و خطر خیالی فرق بذاره. و الان دقیقاً توی شرایطی قرار داریم که ذهن ما مدام در حال صحنه سازیه. اگه اتفاق خیلی بد بیفته چی؟ اگه من و خانوادم چیزیمون بشه چی؟ و توی این شرایط که اضطراب میاد سمت آدم، هر چقدر تو ذهنمون بگیم نترس، آروم باش، یا اطرافیانمون بهمون اینو بگن، فایده‌ای نداره. چون با بدن در وهله اول باید با زبان خودش صحبت کنیم. حالا این زبان بدنه چیه؟ یه سری تکنیک خیلی ساده است اما به شدت موثرن. وقتی اضطراب خیلی شدیدی میاد سراغت، بدنت میلرزه، نفس تند میزنه، یه جورایی انگار پنیک میکنی، یه لحظه وایسا، نفس عمیق بکش، 5 ثانیه دم، 5 ثانیه دمت رو نگه دار و بعد 5 ثانیه هم سعی کن که بازدم طول بکشه. این دم و بازدمه خیلی ساده است، اما این پیام رو به سیستم عصبیت میفرسته که خطر از من رفع شده و بدنت به حالت آرامش برمیگرده. کار دیگه‌ای که میتونی بکنی لمس آگاهانه خودته. مثلا کف دستتو بگیر، لمسش کن، خودتو بغل کن، خودت رو، بدنت رو حس کن. این لمس فیزیکی آروم مثل یه آغوش بدنت رو میاره به لحظه حال. و در آخر وقتی که بدنت آروم شد، با خودت تکرار کن. میدونم ترسیدی، اما در حال حاضر و در اینجا امنی. واقعیت اینه که ذهن ما خیلی وقتا فاجعه سازی میکنه. خیلی وقتا اضطراب ما از چیزی نیست که واقعا اتفاق افتاده. از چیزی که فکر میکنیم قرار اتفاق بیفته. ذهن ما استاد فاجعه سازیه. یه فکر رو، یه خیال رو، یه تصویر رو اینقدر میاره توی ذهنش، اینقدر بهش فکر میکنه که خودش هم باورش میشه که اون اتفاق بد واقعا افتاده و این بدن رو میفرسته به حالت جنگ و فرار. برای همین خیلی مهمه که تو این حالت از خودمون بپرسیم توی این لحظه و حالا آیا واقعا خطری من رو تهدید میکنه یا صرفاً ذهنم داره فاجعه سازی میکنه. تو اون لحظه که ذهنت اینقدر فاجعه سازی میکنه که تو یه لحظه پنیک میکنی، برگرد به خودت، به واقعیت‌های دور و برت نگاه کن. من الان توی این اتاقم، دارم نفس میکشم، خبری از خطر فوری نیست. در حال حاضر و اینجا خطری من رو تهدید نمیکنه. و اینجوری خودت رو از ذهنی که توی آینده است و داره یه خطری رو توی آینده میبینه که اصلا اتفاقم نیفتاده، میاری به لحظه حال. و از اون طرف بوم هم نباید بیفتیم که همه چیزو خیلی عادی جلوه بدیم، هیچی نشده، هیچی قرار نیست بشه، نه همه چی خوبه. نه، اتفاقاً پنهون کردن اضطراب اونو شدیدترش میکنه، بیشتر بهت آسیب میزنه. ما نمیتونیم وانمود کنیم همه چی خوبه وقتی که میدونیم یه آشوبی در جریانه. پس وقتی که ذهنمون آروم شد، برگشتیم به لحظه حال، اون فکرمون رو، اون اضطرابمون رو میتونیم با یه آدم امن در میون بذاریم. کسی که بهش اعتماد داریم، کسی که حال خوب ازش میگیریم. باش حرف بزنیم، با همدیگه حرف بزنیم، از حسامون بگیم، از اضطرابمون بگیم، به هم گوش بدیم. تو هم اینو حسش کردی، منم حس کردم و این یه حس تعلق میسازه.
که باعث میشه که کمتر توی اون تاریکی اضطراب بمونیم. چون میفهمیم تنها نیستیم. بقیه هم حسای ما رو دارن. و یه چیزی که توی شرایطی مثل شرایط جنگ وجود داره اینه که مغز ما مدام دنبال معنی و پیشبینی کردن و کنترل کردنه. به خاطر همین خیلی راحت تحت تاثیر ویدیوهای احساسی، عکسای دلخراش و پیامای شوکه کننده میگیریم. حتی اگه اون پیام، اون ویدیو، اون عکس واقعی نباشه. پس باید از خودمون در برابر این خبرها، این پیامهای سمی محافظت کنیم. پس چی کار کنیم؟ فقط از منبع موثق خبر بگیریم. نه از توییتر و چه میدونم اینستاگرام و کانالایی که صرفاً ترس رو ترویج میدن. چون گفتم مغز ما تفاوت بین واقعیت و یه داستان جعلی رو نمیفهمه و خیلی راحت میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. و اگه از خودمون مراقبت نکنیم بدن به این قضیه واکنش نشون میده. با لرزش، با تپش قلب، با بیخوابی. پس لطفاً برای سلامت خودت هم که شده تعداد منابع خبری تو محدود کن. فقط 1-2 تا خبرگزاری رسمی رو دنبال کن و یه زمان مشخصی بذار واسه دنبال کردن اون خبر. نه مدام توی توییتر اسکرول کنی، خبر بخونی، پیام بخونی. به ذهن و قلبت استراحت بده. تو حق داری که آروم باشی. حتی تو زمان جنگ. اگه امروز میبینی بدنت خسته است، ذهنت پره و یه چیزی رو قلبت سنگینی میکنه، بدون که تنها نیستی. همه ما داریم وسط این خبرها، دوریها و نگرانیها دنبال یه ذره آرامش میگردیم و شاید نتونیم اوضاع رو عوض کنیم. خود من از راه دور، خانواده من توی ایرانم، من خودم اینجام و از راه دور هیچ کاری از دستم بر نمیاد. ولی میتونم از خودم، از سلامتم مراقبت کنم برای خانوادم. باید ذهنم رو سالم نگه دارم که بتونم باشم توی این لحظه، بتونم درست تحلیل کنم، بتونم مراقب کسایی باشم که از من ضعیفترن و هیچ اشکالی نداره اگه کاری از دستت بر نمیاد. گاهی وقتا درست ترین کار اینه که خودت رو بغل کنی و با خودت تکرار کنی. خیلی چیزا از دستم خارجه، اما هنوزم میتونم با خودم مهربون باشم. هنوزم میتونم مراقب خودم باشم. اگه این ویدیو برات مفید بود، برای یه نفر دیگه که میدونی همین الان مضطربه بفرست. شاید حرفی که الان دل تو شنید دل یه نفر دیگه هم نیاز داشته باشه که بشنوتش. مراقب خودت باش. فعلا.